سرگذشت یوسف پیامبر پارت 1. یعقوب نبی 12 پسر داشت که یکی از آنها یوسف زاده راحیل بود. یعقوب به یوسف اهمیت بسیاری میداد و بیشتر با او وقت می‌گذراند و همین امر باعث ایجاد حسادت بین دیگر برادران شده بود. با اینکه همسران یعقوب بارها به او هشدار داده بودند که این سه تا کارو نکن، جلوی بچه لباس طاقت نکن، به زور بچه تو بوس و بغل نکن، اما یعقوب نبی زیر بار نمیرفت و در جواب آنها میگفت من همینم که هستم، نمیخوره نصیحت به دردم، لوتیم عقیدم یه لبخند، بقیه رو نبینم بترسم. تا اینکه یک روز برادران یوسف را به بهانه کسچرخ به بیابان بردند و دیگر نیاوردند و در جواب یعقوب که از آنها پرسید Where is یوسف گفتند بابا اون ممه رو لولو برد. یعقوب که این جمله را شنید بسیار متأثر شد و با لحن دکتر استاپ تک تک برادران را به فحش مادر و ناموس بست.